سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. خیلی خوشحالم که اینجا حضور دارید و باعث افتخارمه که در یک ویدیو دیگه در خدمت شما دوستای عزیزم هستم. امروز می‌خوایم در مورد این صحبت کنیم که چگونه یک محصول رو توضیح بدیم، چیکار بکنیم که آدما متقاعد بشن و بابتش پول پرداخت کنن. چیزی که جیب شما رو پر پول میکنه رفقا فروش. فرض کنید این محصول شماست و یه مخاطب اومده با شما روبرو شده، حالا شما میخواید توضیح بدی که اینو از شما بخره و پول پرداخت کنه. اما چگونه باید توضیح بدیم رو الان در موردش با هم صحبت میکنیم. ببینید دوستای عزیز من، قبل از اینکه درس رو استارت بزنیم میخوام یه سری نکات رو بهتون بگم. اولین مورد اینه، ته همه چی فروش. یعنی شما اگر یه مقدار باهوش باشی نگاه کنی میبینی تمام کسب و کارها در نهایت دارن میفروشن. اگر فروش نباشه بیزنس نمیشه کرد. بیزنسی در کار نیست. باید بتونیم بفروشیم. اپل داره میفروشه، سامسونگ داره میفروشه، بنز داره میفروشه، من و شما داریم میفروشیم و سایر موارد. همه ما فروشندیم. یه وکیل فروشنده است، یه مکانیک فروشنده است، یه نفر خدماتش رو میفروشه، یه نفر وقتش رو میفروشه. پس همه ما فروشنده ایم، با این تفاوت که چیزهای متفاوتی داریم میفروشیم. اون آدمی که مهارت داره، مثلا بناست، نمیدونم جوشکار، شغل پیدا نمیکنه، فروشنده نیست، بلد نیست از اون شغل پول در بیاره. و همین آموزشا باعث میشه که یاد بگیره چجوری توی دنیای بیزینس پول در بیاره، مهارتش و محصولش و وقتش رو تبدیل به پول کنه. پس همه ما فروشنده ایم ولی چیزهای مختلفی میفروشیم و فروش هنر متقاعد کردنه. این برای هممون باید روشن باشه. حالا میخوایم در مورد این صحبت کنیم که چگونه یک محصول رو باید بفروشیم. توی این جلسه میخوام در مورد این صحبت کنم که این محصول ماست و یه آدمی با ما روبرو شده، میخوایم براش توضیح بدیم. یه سری نکات رو اینجا بهتون میگم. خب من نمیتونم تک تک محصولات رو بیارم برای شما توضیح بدم، میگم اینو اینجوری بفروشید، اونو اینجوری و سایر. شما باید فرمول رو یاد بگیری. فرمول که یاد گرفتی محصولتو بذاری داخلش و به اون نتیجه برسی. دقیقاً مثل فرمول ریاضی که به طور مثال ما یک فرمول داریم، اعداد رو تغییر میدیم میرسیم به نتیجه. فرمول هم فروش هم یه همچین چیزی. در اکثر مواقع اینه، یک فرمول، محصولات مختلف میاد واردش میشه، شرایط مختلف و سایر موارد، در نهایت تبدیل میشه به پول. اوکی؟ پس شما فرمول رو داری از من دریافت میکنی، برو با ایده های خودت ترکیب کن که بتونی تبدیل به پول کنیش. خب بیشتر از این در مورد این موضوع صحبت نمیکنم، بریم سراغ فروختن این محصول. بعدها هم بهتون میگم که چیکار کنیم، یعنی تو جلسات بعدی که اصلا آدما ما رو پیدا کنن. یعنی آقا این محصول طلا من رایگان میدم. اوکی، خب خوبه. اون کسی که 10 تا خیابون اون برتره از کجا باید بفهم من دارم طلا رو رایگان میدم؟ از کجا باید بفهم؟ باید چیکار کنیم؟ در مورد اینا هم باهاتون صحبت میکنم. حول محور همین محصول با هم پیش میره. امروز میخوام در مورد ویژگی و مزیت صحبت کنم. ویژگی چیه؟ مزیت چیه؟ چجوری توی فروش باید ازش استفاده کنیم؟ مثلا نیاز چیه؟ آدما واسه چی پول میدن؟ آدما اصلا واسه این پول دارن میدن یا از نگاه اونها این یک وسیله آشغاله، بلکه دارن چیز دیگه ای رو میخرن؟ همین ابتدای کار باید بهتون بگم که بله رفقا، آدم‌ها واسه این پول نمیدن، بلکه واسه چیز دیگه ای دارن پول میدن. یک حس، یک نیاز که پنهانه، به ظاهر دارن اینو میخرن، در اعماق چیز دیگه رو دارن میخرن و شما باید اون اعماقه رو دستکاری کنی، اونو پیدا کنی. بهتون میگم الان. خب ویژگی چیه؟ آقا ویژگی این پیچ است که شل و سفت میشه، باعث میشه فشاری که این دستگاه به دست شما وارد میکنه کم و زیاد بشه. مثلا من اینو شل میکنم، فشار کمتری به دستم وارد میکنه، صفر میکنم، برعکس قوی تر میشه. یک فنر اینجا داره که به این زودی ها ضعیف نمیشه. یه دستی اینجا استفاده شده که باعث میشه دست من تاول نزنه وقتی دارم تمرین میکنم. حالا هم نمیشه، یعنی 20 بار 1000 بارم از دستت بیفته اتفاقی براش نمیفته. این شد چی؟ این شد ویژگی های محصول. حالا من اینو برای شما توضیح دادم، گفتم این پیچه است، این فنر است، این آیا پول میدید؟ نه، متقاعد نشدید. چرا باید پول بدید؟ مگه پولتون رو الکی به دست آوردید که بخواید الکی از دست بدید؟ آدم واسه این پول نمیدن. حالا بذارید بهتون میگم مزیت چیه. مزیت میشه تأثیری که این ویژگی، این محصول
روی زندگی من میذاره. به طور مثال این چیکار میکنه؟ این دست منو قوی میکنه. وقتی با این تمرین میکنم باعث میشه دست من قوی بشه. روشنه تا اینجا؟ پس ویژگی همون چیزیه که هست، مزیت میشه تأثیری که روی زندگی من و شما مشتری و یا هر آدم دیگه میذاره. اما آیا آدم ها در این مرحله باز پول پرداخت میکنن؟ این کار رو انجام نمیدن. آدم ها تا زمانی که احساس نیاز بهشون دست نده پول پرداخت نمیکنن. بیزنس پاسخ به یک نیازه. حالا بذارید براتون با مثال روشن میکنم، کاملا متوجه میشید منظور من چیه. فرض کنید من یک فروشندم، میخوام اینو بفروشم توی چندین نقش مختلف. یه آدمی اومده میگم ببین این پیچه اینجوریه، فلان فنرش اینجوریه و سایر موارد، به این شکل هم کار میکنه. این شد یک فروشنده معمولی. فروشنده حرفه‌ای میاد بهتون میگه ببین خیلی زشته که شما یک آقا باشی توی یک جمعی رفتی، موقعی که دست میدی دستت مثل دست خانوما باشه، به خصوص توی معاملات حرفه‌ای. این اصلا در شأن شما نیست، باید توان داشته باشه دست شما. و زندگی امروزه که با موبایل و لپتاپ داریم کار میکنیم باعث شده دستای ما ضعیف بشه. باشگاه هم که خیلی وقت ندارن برن. این محصول به شما فرصت میده تحت هر شرایطی، پشت فرمون، پشت ترافیک و سایر موارد، هر موقع استرس دارید از این استفاده کنید و دستتون رو قوی کنید. حالا وقتی میاد اینو میگه، نظر مخاطب رو جلب میکنه، میگه حالا بذارید بهتون بگم که چه ویژگی هایی داره. یه پیچ اینجا داره، اگر دستتون فعلا راه نیفتاده اونقدر آماده نشدید میتونید شلش کنید و فشار کمی به دستتون وارد میکنه. اگر میخواید تمرینات قدرتی انجام بدید میتونید سفتش کنید. اگه میخواید استقامتی تمرین کنید میتونید یه مقدار شل کنید، تعدادش رو زیاد کنید. اوکی؟ حالا به یک شکل دیگه فرض کنید اینو میخواید به یک فردی بفروشید که ورزشکاره. آقای فلانی، خانم فلانی، شما بارفیکس که میری علاوه بر اینکه باید دستت قوی باشه، سرشونه، زیر بغل، پشت بازو، جلو بازو، باید پنجه‌هات هم قوی باشه. خیلی متاسفانه تمرین پنجه رو انجام نمیدن. شما اول باید توان نگه داشتن خودت رو روی بارفیکس داشته باشی. این همون کار رو برات انجام میده. شما 3 ماه با این تمرین کن، بعد 3 ماه دستت مثل فولاد میشه. بیا بهت بگم ویژگیاش چیه. عمرن اگر این بشکنه، حله، پیچش اینجوریه، فنرش هم اینجوریه. متوجهید؟ آدما نیاز و ویژگی و مزیت رو همه رو با هم باید ترتیب کنی که بخرن. شما فقط یک جا اجازه داری که در مورد مزیت صحبت نکنی و اون زمانی که شخص مقابل خودش نیاز رو شناسایی کرده، خودش مزیت رو میدونه، فقط دنبال جنس خوبه. مثلا به طور مثال همینو در نظر بگیرید که یک آدمی فهمیده که باید پنجه‌هاش رو قوی کنه و علاوه بر این میدونه که یک ابزاری هم هست که میتونه باش پنجه‌هاش رو قوی کنه. اوکی، 2 تا مرحله پیش رفت، مونده فقط یک مرحله. کدوم از اینو بهتره، این یا اون یکی؟ اینجاست که ویژگی ها میاد توی کار. اون آدمی که میدونه دیگه میدونه که این چه کاری قراره براش انجام بده. پس ما تا اینجا فهمیدیم ویژگی، مزیت و نیاز ترکیبی از اینو باعث فروش میشه. شما باید به عنوان یک فروشنده بفهمید آقا نیاز یک آدم چی میتونه باشه. مثلا فرض کنید یک خانومیه که روبروی شما وایساده و این خانم مثلا ورزشکار نیست. حالا به این آدم چه جوری باید بفروشیم؟ خانم فلانی، شما یک در رب تو خونت نمیخوای باز کنی وقتی تنهایی، همیشه باید دنبال این اون باشی کمکت کنه. حداقل تا این اندازه یه تمرینی به دستت بده، این ابزار خیلی به دردت میخوره. بیا بهت بگم چیکار میکنه. آی فلانی، شما استرس زیاد داری. خب این نیاز من دیگه نیاز بارفیکس واسه این پرزنت نمیکنم که. استرس زیاد داری، موقعی که استرس داری اینو باش تمرین کن. پس نیاز بین آدم ها میتونه متفاوت باشه، ولی مزیت باز همونه، قوی کردن دست. اما چرا دست رو باید قوی کنی؟ میشه نیازه. ویژگی هم که تکلیفش روشن. شما باید روی این مانور بدید و برای اینکه بتونید به بهترین شکل ممکن از ویژگی، مزیت و نیاز مخاطب استفاده کنید برای فروختنش، باید ایده پردازی کنید. باید بشینید یه برگه بردارید، ویژگی‌های محصول رو بنویسید، بعد بیاید مزیتش رو بنویسید. آقا معنیش کنم براتون، ببینید
یک فنر فولادی یا یک پیچ فلان که ویژگیه معنیش چیه؟ خب فنر فولادی یعنی چی به طور مثال؟ یعنی زود ضعیف نمیشه، یعنی قدرت اینو داره که بتونی باش تمرین کنی. شما باید محصول خودت رو برای مخاطب معنی کنی. آقا مثلا رم فلان لپتاپ فلان یعنی چی؟ آیا مخاطب معنی اینو میفهمه؟ مثلا طرف میگه آقا قیمتش بالاه، شما میگی رمش فلانه، بعد میگه خب باشه پس حالا بریم دورامونو بزنیم. چرا؟ یکی از دلایلش اینه که ممکنه سطح دانش اون آدم در حدی باشه که معنی رم فلان رو اصلا متوجه نشه و موظفی که براش معنی کنی اینو. آقا رم فلان یعنی اینا، اون سرعت بالایی که میخوای، اون فلانی که میخوای، این با این حل میشه. این وظیفه شماست. خب دوستای عزیزم، این جلسه رو به پایان رسوندیم. پس در مورد ویژگی، مزیت و نیاز مخاطب صحبت کردیم. توی جلسات بعدی میشکافم وارد کار میشم. اگر سوالی در مورد این موضوع داشتید یا نظری دارید حتما این زیر برای من کامنت کنید، خودم میخونم و توی ویدیوهای بعدی هم ازش استفاده میکنم. مرسی که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید. موفق باشید.